یارو خوابه اینجوری میره، تو هم اینجوری میری، بعد اینجوری میشین. سلام و درود، خیلی خوش آمدید به چنل من، چنل فردین کاراش. امروز اومدیم تا 10 تا از عجیب‌ترین قانون‌های دنیا رو ببینیم تو دنیا چه خبره، این قانون‌ها چیه. میریم سراغ اولی. در فلوریدا پوشیدن لباس دکولته زنانه برای مردا ممنوعه. ای توف تو این شانس بابا، من یه دکولته خوب پیدا کرده بودم، میخواستم تو فلوریدا بپوشم. آخه کدوم مردی میاد دکولته زنانه بپوشه؟ واقعا کی میاد این کارو بکنه؟ من فکر میکنم کسی که این قانونو گذاشته زن بوده. شوهرش میرفته لباسای دکولته اونو میپوشیده، اونم لباس نمونده واسش. بعد گفته آقا اینو ممنوع کنیم، من شوهرم دکولته نذاشته برام، هی داره میپوشه، پس اینو میذارم ای بابا حیف ممنوع شد، اگر نه خیلی بهت میومد. 2. در امارات فحاشی ممنوعه. دولت امارات خیلی دوست داره که دولتش از لحاظ فرنگی پیشرفت کنه و خیلی هم تأکید داره که خوب پیشرفت کنه. واسه همین فحاشی رو تو خیابون ممنوع کرده. یعنی نمیتونی تو خیابون فحش بدی. مثلا من برم اونجا خیلی بلام سخته، هر کیو میبینم میگم دیود جان جریمه شدم، چرا دیود؟ بعضم جریمه شدم، نمیشه واسه من اونجا نمیشه. قانون شماره 3. در دانمارک ماسک زدن ممنوعه. دولت دانمارک خیلی براش مهمه که شما کی هستی، هویتتون چیه. اگه دزدی میکنید، کاری میکنید، خیلی واسه مهمه که بدون شما کی هستی. واسه همین ماسک زدن ممنوعه که شما رو شناسایی کنید. پس با ماسک نرید دزدی، بدون ماسک برید دزدی. دانمارکیه. قانون شماره 4. در ویکتوریا استرالیا بعضی غیر قانونیه. در محدوده ایالات ویکتوریا در استرالیا هر گونه بازی در اماکن عمومی جرم حساب میشه. نمیدونم چرا. استرالیا یا چرا جرم حساب میشه؟ این ادیتورمون یه ذره دیر اومد، رفته بود صبحونه بخوره. خوش اومدی ادیتور، منو خوب ادیت کنه، قشنگ باشم، جذاب باشم. قانون شماره 5. سلفی گرفتن با مجسمه بودا در سریلانکا جرم حساب میشه. شاید به خاطر اینه که تو سلفی قشنگ نمیفته. واسه همین دولت سریلانکا میگه وقتی شما میخواین سلفی بگیرید پشت به مجسمه بودا میکنید و این کار بی احترامیه. شما باید از روبرو عکس بگیرید. همین وقتی سلفی میگیری پشت به بودایی بی احترامی. دیگه پشت به بزرگترت نکن دیگه، زشته واقعا. البته من برم مشکلی نیست چون گل پشت رو نداره. تو بشکه هم پشت رو نداره. قانون شماره 6. در انگلیس برای ورود به مجلس نباید زره بپوشید. این قانون در سال 1313 اومد ولی الان کسی که زره نمیپوشه. پس چرا این قانون رو حذف نکردید؟ یادتون باشه رفتید انگلیس خواستید برید مجلس زره نپوشید. قانون شماره 7. کوهنوردی برهنه در سوئیس ممنوعه. شما نمیتونید لخت بری کوهنوردی. آخه کی لخت میره کوهنوردی؟ کسی که لخت میره کوهنوردی هیچی از دست دادن نداره. چرا واسه قانون گذاشته داخل؟ هر چند سال گذشته در سوئیس مرسوم بود که گردشگران برهنه میرفتن کوهنوردی و دولت مجبور شد که این کارو غیر قانونی اعلام کنه. حقم داشتن. خدمت حسابی لخت کوهنوردی سوئیس، حداقل برو قزوین برو کوهنوردی. قانون شماره 8. جویدن آدامس در سنگاپور ممنوعه. خیلی هم عالی. من اصلا آدامس دوست ندارم، امیدوارم که ممنوع تر باشه. دولت سنگاپور سالیانه $150,000 فقط صرف پاک کردن آدامس از اماکن عمومی در و دیوار و خیابون میکنه. یعنی فرهنگ آدامس جویدن ندارید، آدامس نجویید، تو خیابون نندازید. پرنده ها برمیدارن میخورن، فکر میکنن غذاست، شهر رو کثیف میکنه. با خرید و فروش آدامس ممنوعه. خیلی جالبه. ولی آدامسای ترک سیگار و اینا قانونیه. میتونی بجویی، بجویی، جویدن، جویدی، جویی، بجویی، آره بجویی. قانون 9. تمام کردن بنزین در اتوبان‌های آلمان جرمه. یعنی اینجوری نیست شما نگه دارید بنزین رو بخورید تموم بشه. بابا مگه دست من بنزین تموم میشه دیگه، من از کجا بدونم کی تموم میشه؟ چون اتوبان‌های آلمان سرعت نامحدوده. و ایستادن در کنار اتوبان
خیلی خطرناکه. واسه همین باید جوری تنظیم کنی که بنزینت از این سر اتوبان تا این سر اتوبان برسی، بنزینت بکشه، وگرنه خب اونجا تمام شد. میخوام ببینم، میخوام پلیس میخواد اونجا چجوری نگه داره منو جریمه کنه. مرد وایسه با من میمیره. قانون شماره 10 در بارسلونا پوشیدن لباس اجباریه. بر اساس قانون بارسلونا اگر یک فرد بدون لباس به خیابان بیاد جریمه میشه. جریمهش چنده؟ 260 یورو. ای بابا دلم خوش کرده بودم میرم بارسلونا. و این قانون هیچ تفاوتی واسه مرد و زن نداره، کلا اجباریه. شما نمیتونید گفتی پتی بیای تو خیابون. قانون 11 میدونم گفتم 10 تا ولی دیگه دست خودم هم 11 تا یا بیشتر بهتون بگم. تناسخ بدون اجازه دولت چین غیر قانونی است. یعنی چی بدون اجازه دولت غیر قانونیه؟ تناسخ که دست من و تو نیست، اصلا تناسخ مشخص نیست، هست نیست. یعنی تو قبل اینکه بمیری باید بری مجوز بگیری از دولت چین. آقا من میخوام تناسخ پیدا کنم، بعدشم تناسخ پیدا کردم. تو چجوری میتونی منو پیدا کنی؟ برای کسایی که نمیدونن تناسخ چیه، تناسخ یعنی که بعد از مرگت تو بدن یکی دیگه در زمان دیگه و هر جای دنیا میتونی زنده میشی و دوباره زندگی میکنی. از اونجا هم دیگه طبق این قانون باید زنگ بزنی به دولتشین بگو آقا بیاین منو دستگیر کنید، تناسخ پیدا کردم. قانون 12 در فرانسه بدون خرید قبر حق ندارید بمیرید. یعنی که قبل اینکه بمیری باید حتما این قبر داشته باشین، باید بخری. قبرم کجاست؟ اینم سر قبرم. آقا این متراژش چنده؟ میتونم مثلا تو راحت دراز بکشم. البته فکر کنم تو ایران هم اینجوری شده. قانون 13 در نیوجرسی وقتی میخوای ماشین سبقت بگیری باید بوق بزنی. اینجا تو ایران سبقت هم نگیری هم باز بوق میزنن. بعد که وقتی رد شدی از یارو باید حتما نگاش کنی یارو کیه. نگاش که چی شد. ولی قانون خوبیه. چون میبینی یارو خوابه اینجوری میره. تو هم اینجوری میری. بعد اینجوری میشین. قانون 14 من این قانون رو خیلی دوست دارم، مطمئنم شما از من بیشتر دوستش خواهی داشت. در استرالیا ایجاد مزاحمت در عروسی جرمه. چجوری میگین جرمه؟ آقا وقتی دو نفر قراره با هم ازدواج کنن، وقتی کسی دخالت کنه تو این ازدواج، بگی نه این بده، اون خوبه، این پسره به دردتون نمیخوره، این دختر خانواده‌اش اینجوری، این جرم حساب میشه و میتونی ازش شکایت کنی و $10,000 جریمه نقدی و 2 سال زندان داره. این خیلی خوبه. اینجوری باشه کل فامیلای ما الان باید تو زندان باشن و منم مفتی تریاردر باید برم استرالیا زن بگیرم، فامیلامونم همه رو میبرم اونجا، 2 سال میفتن تو هولوفدونی و منم پولدار میشه. قانون شماره 15 استفاده از سبیل مصنوعی در کلیسای آلاباما جرمه. اصلا چرا باید یکی سبیل مصنوعی بذاره بره کلیسا؟ اصلا کاربرد سبیل مصنوعی چیه؟ غیر از فیلم و گریم اینا چه کاربردی داره سبیل مصنوعی؟ در کانادا کشتن پرگنده جرمه. پرگنده موجود خیالیه که تا حالا کسی هم ندیده. و اگه در کانادا اون موجود بکشی $250,000 جریمه میشی. آخه موجودی که تا حالا هیچ انسانی ندیده، موجود خیالیه، چجوری 250,000 سر اون جریمه باید بشه؟ مثلا پدر یارو رو میکشی، فردا روز میاد ازت شکایت میکنه، میگه پدر من پاگنده بوده، $250,000 جریمه بهم بده. چه قانونیه؟ این بود تعدادی از قانون‌های عجیب غریب بعضی از کشورهای دنیا. اگه قانون‌های عجیب غریب دیگه هم میشناسید تو کامنت واسم بنویسید از کدوم کشور چه قانونی عجیب غریبه. لایک و کامنت و سابم یادتون نره. امیدوارم روزگار خوبی رو داشته باشید. تا شما باشید مشکلی نیست. چشم بهم بزنید هاشمی نیست.